درود هموطن عزیزم، درود بر ایران و ایرانی. من اماوا هستم و اینجا کانال یوتیوبمه. امروز با یک داستان کوتاه مهمون خونه های شما هستم. این داستان شاید تخیلی به نظر بیاد، اما خود حقیقت است. بریم که گوش کنیم. اعترافات یک درخت در میدان شهر. من یک درختم و در وسط میدانی ایستادم که اسمش را آزادی گذاشتند. اما سال هاست که بیشتر بوی ترس می دهد تا آزادی. من سال هاست که تماشا می کنم. من شاهد به قدرت رسیدن مردانی بودم که اول با کفش های خاکی آمدند و کنارم ایستادند و گفتند ما از جنس مردمی. اما همین که قد کشیدند سایه‌شان از من سنگین‌تر شد و تبر در دستشان هیچ وقت نیفتاد. پرنده هایی که روی شاخه هایم لانه داشتند از من پرسیدند چرا هر بار کسی وعده بهار می دهد زمستان طولانی تر می شود. جوابی نداشتم بدم. فقط دیدم که چگونه اون حاکمان با لبخندهای موذیانه از درد مردم پله ساختند. هر پله یک اشک، هر پله یک استخوان، هر پله یک رویا که زیر چرخ تصمیم‌ها خرد شدند. کودکی بود که هر روز کنارم بازی می‌کرد. اما یک روز دیدم که سنگ‌هایی را در کنار هم چید و گفت اینها مردمند. اما با یک لگد همه را به هم ریخت و گفت این هم سیاست است. از او پرسیدم چه چیزی تو را اونقدر خشمگین کرده است؟ گفت از اینکه بزرگ شوم و یادم برود چقدر ساده می شود خوشحال بود. او از صدای برف لذت می برد. او از صدای چکه باران روی برگ‌هایم لذت می برد. از بوی نان، از صدای موسیقی. اما در همان شهر حاکمانی را دیدم که از این میدان عبور کردند اما راه دیگری را دنبال کردند. راه پول، راه قدرت، راه جاودانگی. حتی اگر به خون منتهی می شد. من دیدم که چگونه ثروت، چگونه قدرت تبدیل شد به خدایی که بی چشم و بی قلب است، که فقط قربانی می خواهد. و همیشه از خودم پرسیدم اگر مردم نبودند این میزها برای چه کسی چیده می شد؟ اگر دستهای معمولی نبودند چه کسی پرچمها را بالا می کشید؟ ما مردم نه تیتر خبرها هستیم و نه نامهای روی سکه و پولها. ما همان خاکی هستیم که همه چیز روی آن استوار است. در این هنگام یک شب طوفان آمد، نه از آسمان، از دل مردم. صداها بلند شد، دستها به هم رسید. آن شب فهمیدم قدرت واقعی نه در کاخ‌هاست، نه در حساب بانکی، نه در لبخندهای تبلیغاتی. قدرت در همان دستی است که نان را می‌پزد. قدرت در همان مادری است که با چشم‌های خسته هنوز امید دارد. قدرت در همان انسانی است که با همه دردها هنوز دلش صلح می‌خواهد. من یک درختم. ریشه در خاک مردم دارم. اگر روزی تبرها
بر من فرود آید، از ریشه های من جنگلی خواهد رویید. چون ما انسان‌های معمولی، همان‌هایی که برف را دوست داریم و قهوه تلخ را آهسته می نوشیم، همان‌هایی که موسیقی را بیشتر از صدای سکه می فهمیم، ما اگر بخواهیم می توانیم جنگل شویم. و حالا گوش کن به صدای درختی که فریاد می زند. من درختیم که ریشه دوانده در درد. دیدم کارگرانی را که دستهایشان ترک برداشت، اما شکم حاکمان گنده شد. وعده هایی را شنیدم، اما تبر بود که بالا می رفت. دیدم مردمانی را که با دستان خالی جلوی گلوله ایستادند، اما پشت میزهای قدرت هیچ کس نایستاد. هر زخم کارگر، هر اشک مادر مرا به سوی زمین خم کرد. اما بدان روزی که فرو بیفتم، هر ریشه‌ام فریاد آزادی خواهد شد. من شاهد خونم، شاهد سکوت، اما بدان از من جنگلی خواهد رویید که دیگر هیچ ظلمی در آن پنهان نخواهد گرفت. تهدید به ناله‌های پرپر شده میهنم، به جانهایی که در راه آزادی بی صدا آسمانی شدند. پاینده ایران، ام آوا.